بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای روز. شرح وزارت کارهای داخلی درباره تدابیر شدید امنیتی در تاجیکستان. واخوری دیپلمات‌های ایران و تاجیکستان بعد تنش‌ها. ناخوشی مرگبار، دو جوان تاجیک به شاخته لیفت افتیدند. پیشنهاد جزاهای سنگین برای مبادله غیرقانونی اسعار. اظهارات شورای سیاسی حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان. روز یکشنبه در سراسر کشور چاره‌های امنیتی اندیشیده شده، کوچه و خیابان‌ها پر از افسران گشته بودند. از این حالت بسیار شهروندان نگران شده، حتی در شبکه‌های اجتماعی از همدیگر سبب این حالت امنیتی را روز دوم است که می‌پرسند. از شهرهای کولا و قرغان‌تپه هم گفتند که روز 24 ینور تدابیر امنیتی شدیدتر شده و در درآمدگاه‌های برخی شهر و نواحی پاسگاه‌های علاوه‌ای ایجاد شده است، ولی صبح 25 ینور در کوچه‌ها نیروهای زیادی پلیس دیدن نمی‌شد. در دیدبانگاه بازرسی دولتی اتومبیلی همراه با این کارمندان این بازرسی، کارمندان دسته تعیینات مخصوص با سلاح ساده ماشین و مسافران را تفتیش می‌کنند. در ولایت سوخ تدابیر امنیتی در این روز سست‌تر مشاهده شده است. بدون آگاهی بیرون شدن ده‌ها کارمند مقامات انتظامی مردم را نگران کرده، میانشان آوازهای گوناگونی را برانگیخته است. نعمت صادق، یک ساکن شهر کولا، به رادیو آزادی گفته است: آوازها گوناگونند و همه را ترسان کردند که مبادا یگان حادثه جدی نشده باشد. هر حادثه‌ای که به امنیت ساکنان مربوط است همه را نگران می‌کند. حالا همه با شنیدن این آوازها فقط میگویند که خدا عاقبت را بخیر کند، زیرا حالا یگانه دارایی ما در تاجیکستان همین امنیت و ثباتمان است. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چاره‌های شدید امنیتی در روز یکشنبه در پایتخت و مناطق دیگر کشور را تنها سنجش نیروی هیئت‌ها دانسته از ساکنان خواستند که در این زمینه نگران نباشند. وزیر کارهای داخلی رمضان رحیم زاده در نشست خبری 25 ینور گفت: این تنها یک تمرین بود، یگان اساس برای نگرانی وجود ندارد، چون که این وابسته به تهدیدهای جهانی است و باید مقامات قدرتی به همه گونه وضعیت آماده باشند. اساس برای خواطری نیست، چون که ما وابسته به آن تهدیدهای دنیوی که شما هر روز شاهد آن هستید میبینید. تیاری مقامات‌های قدرتی تاجیکستان باید باشد فقط برای حمایت شهروندان و دولت. ما تیاری خودمون دیده ایستادیم، سنجش کرده ایستیم و در آینده نیز چون سنجش‌ها میشود و باید تحمل هر روزه باید تیار باشیم که توانیم پیش روی اکت‌های تروریستی و دیگر جنایت‌های نهایت خطرناکی که در دیگر دولت شده ایستادن پیش روش گیریم. دیگر آوازهایی که هست اون چیزی که شما نامبر کردید یگام اساسی ندارد. یگام نفرم نگریخته است، یگام نفر فرار هم نکرده است، یگام گروه کارمند، یگام نفر کارمند میلیسیا هم به هلاکت رساندگی نیست. اساسی واقعی ندارد. سیراج‌الدین اصل، وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، روز 25 ینور ابراهیم رحیمپور، معاون وزیر کارهای خارجه ایران و هیئت همراهی او را در دوشنبه به حضور پذیرفته است. این سفر رحیمپور بعد یک تنش میان تاجیکستان و ایران به دوشنبه صورت میگیرد. تاجیکستان در ماه دکمبر سال گذشته به اشتراک محیدین کبیری، رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی، در همایش وحدت اسلامی در تهران اعتراض کرده و ایران را برای حمایت از تروریستا متهم کرده بود. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید که در صحبت روز 25 ینور وضع دورنمای همکاری‌های دوشنبه و تهران در بخش‌های سیاست و اقتصاد، تجارت و فرهنگی بررسی شدند. اینچنین به اطلاع منبع طرف‌ها تحکیم همکاری را برای مبارزه با چالش و خطرهای امنیتی منطقوی و بین‌المللی ضرور دانستند. سیراج‌الدین اصل دیپلمات‌های ایران را به مناسبت رفع تحریم‌های این کشور تبریک گفته و اظهار باور نموده است که این رویداد تاریخی بر رشد اجتماعی و اقتصادی ایران تکانی نو می‌بخشد.
کمیته تفتیشاتی مسکو با تحقیق قضیه مرگبار سرازیر شدن دو جوان 19 و 20 ساله تاجیک به شاخته لیفت آغاز کرده است. طبق اطلاع منبع حادثه ناخوش که در پی آن یکی از جوانها در جای حادثه به هلاکت رسیده، دیگری در شعبه احیاگری بستری شده است. تقریبا ساعت 10:30 روز 25 ینور در کوچه ژورسکی مسکو رو داده است. ضمن کارهای ساختمانی در بنای استقامتی دو جوان تاجیک از بلندی آشیانه هفتم به شاخته لیفت سرازیر شدند. در نتیجه یکی در جای حادثه به هلاکت رسیده، دیگری با جراحت‌های وزنین در بیمارخانه بستری شده است. کمیته تفتیشاتی مسکو با تکیه به اطلاع پیشکی اظهار می‌دارد که سبب فاجعه رعایت نشدن تکنیک بی‌خطری و بی احتیاطی جبردیدگان میباشد. تحقیق قضیه ادامه دارد. بانک ملی تاجیکستان با همدسته چند نهاد دیگر لایحه قانونی را تهیه و پیشنهاد کرده است که طبق آن به نفرانی که به صرافی مشغول میشوند تا 9 سال زندان و تصرف مبلغ‌هایشان تهدید میکند. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی در نشست مطبوعاتیش در این باره خبر داده است و گفته است که من بعد وضع اسعار تنها در بانک‌ها، تشکیلات قرضی و نقطه‌های انتقال مبلغ امکان دارد. به گفته رئیس بانک ملی این تدابیر برای پیشگیری از هناتی و پایان‌روی با شدت قرب ملی راه اندازی شده است. او پایان‌روی قرب سامانی را هم با عیب صرافان دانست و گفت دیگر فعالیت آنها در کشور اجازه داده نخواهند شد. او شمار صرافان را 818 نفر گفته است، اما صرافان شمار آنها را بیش از 3000 میگویند. یک صراف سابق که تا بستن دکانش در بازار پنجشنبه شهر خوجند فعالیت میکرده است به پیامنت گفت که تنها در این بازار حدود 250 نفر به صرافی مشغول بودند. در پایگاه خبری پیامنت که مربوط به حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان میدانند، امروز یک اظهارات به نشر رسید که در آن شورای سیاسی حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان وضعیت سیاسی و حقوقی تاجیکستان را بررسی نموده آن را بدترین حالت پس از جنگ شهروندی و خطرناک برای امنیت و ثبات کشور و کل منطقه دانسته است. تضییق و فشار و تهدید و مانع ایجاد کنندگی ها را نسبت حزب و حرکت ها، سازمان ها، رسانه‌ها و شخصیت‌های مستقل فرهنگی، سیاسی و مذهبی را بیانگر شکل گرفتنی یک نظام دیکتاتوری در کشور خوانده است. شورای سیاسی حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان حادثه‌های ماه سپتامبر و بسته شدن حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان را زمینه برای پیشگیری و از بین بردن ممانعت‌های قبول قانون نو درباره پیشوای ملت و آغاز روند واردسازی تغییرات و و ها به سرقانونی کشور خوانده است. طراحان این سیاست غیر ملی و غیر قانونی به خلاصه آمدند که وجود حزب و حرکت‌ها، سازمان‌ها، رسانه‌ها و شخصیت‌های مستقل در داخل کشور با وجود محدود کردن فعالیتشان از جانب حاکمیت مانع عملی گشتن این نقشه‌ها خواهند گشت. اما شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی مردم در نتیجه بحران‌ها و از پشتیبانی ملت محروم بودن آنها را وادار کرد تا قبل از عملی کردن این طرح صحنه را از همه گونه مخالفین پاک بسازد و فضای ترس و هراس را در جامعه به وجود بیاورند تا اینکه نقشه طراحی شده که عملاً غصب حاکمیت حساب می شود بدون کمترین مخالفت و انتقاد در پارلمان، محفل‌های سیاسی و رسانه‌ها انجام بگیرد. سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هنگام پیام سالانه اش به مجلس عالی و جلسه حکومت جمهوری تاجیکستان بار دیگر اثبات نمود که حاکمیت نیت دارد تا نهایی گشتن این طرح غیر ملی و غیر قانونی خود فضای وحشتناک را در جامعه حفظ نماید. با تکرار اتهامات بر دروغ و بی‌دلیل علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اشاره‌های تهمت‌انگیز و بدبینانه علیه مسجد، حزب و حرکت‌ها و رسانه‌های خبری تلاش شد که مشکلاتی به وجود آمده را از دوش حاکمیت ساقط نموده سیاست دشمن تراشی و نفرت انگیزی را علیه قشرهای از ملت ادامه دهند. شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بار دیگر تهمت‌های دست داشتن در حادثه‌های ماه سپتامبر را رد نموده این عمل‌های حاکمیت را کوشش برای دور کردن دقت مردم از عهدشکنی‌ها، قانون ویرانکنی‌ها و ناتوانی‌های خود برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم می‌داند.
بینندگان گرامی، این بود چند خبرهای مهمی روز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.